مرا به تشکیلات قبول کردن برادر. به تشکیلات تنها مرده تان لازم بود از خانم. راگا دبله راگا زودتر سردیه راگا زودتر مادر جون با من گوش کنید. مرا در نزد درآمدگاه تپه گرگان انتظار شوید. خوب شده است. مسلم تو با من بیا. ما برای خوراک میرویم. فهمو. بچه را احتیاط کنید. مایلش. راگر میگویم راگر. شما برادر مرا نکشید. قربانتان شوم. زنی را که فرستادن میخواهی که بودنش را میدونی شما؟ زن از دهه خودمان است. نامش زلال. برای به تشکیلات همراه شدن خواهش زیاد دارد. زلال مادری برفین. او حالا هم زنده است؟ بله سینون. زن در دهه است. احمقان ناهوده برا یک زن را کشتن نتوانستند. آن زن به ما لازم نیست شما. او را پران. سینون امر کرد که شما را کشم. این کار را نکنید. قربانتان شوم. من به شما چی بدی کردم؟ تشکر زیاد. برای نجات دادنتان از شما قدردانم. به کجا می روید؟ با من کمک نمی کنید؟ شما به سرم بلا آوردن می خواهید. به خانه‌تان روید. میلش می روم. لیکن از برای خدا با من کمک کنید. دخترم در دست آنها. من نیز برای دعوایمان جنگیدن می خواهم. با من راه نشان دهید. قربانتان شوم. با من کمک کنید. پگاه با ورگنیز به خانه سبا روید. با اونجا از شهر آدمانی که به تشکیلات همراه شدن میخواهند میآیند. اگر با اونها همراه شوید به کوه برآمده میتوانید. سلامت باشید شما. با این لباسهاتون سینون شما رو نبیند. اگر شما را شناسد هم شما و هم مرا زنده نمیگذارد. کجا سرم کجا آروم شدید آقای حبیب. آروم بده که خواهینان نمیسپارم. همش خوب میشود. زودتر بسید زودتر. مالش آقای توفیق. ماند من باید روم. با این احوالاتون با هیچ کجور نمیروید آقای حبیب. زخمتون بسیار وزنی است. ای خدا اینها کجا شدن؟ چی شده است آقای دکتر؟ آقای حبیب سخت یارادار شدن. حیاتشون در خطر است. سزای شخصی که خودش تنها با تشکیلات مبارزه بودن میخواد همین است. زنی بیچاره چه کار کند؟ با خاطر پسرش کرده است. باید شما صدیرای خائنان نشدید. اما هر وقتی که آنها بدی هم میآیند شما به کجای غیب میزنید. از دست من چی میآید دکتر؟ من با خود لشکر دارم که رفته با آنها مبارزه برم. زودتر دیرا زودتر. آمدم آقای طاهر. ای خدا. آقای حبیب کجا شدند؟ نجاتت میدهم. کجا؟ پسرم کجا؟ مادر جون کجا؟ مادر جون من نفهمید. دامت ناظر مادر جون نجوری. کجا؟ دامت ناظر نگویم. مادر جون اینجا را میگویم.
خدا را شکر تو را یافتم. خدا را شکر. برو برداره. در اینجا چی گپ هست؟ وای 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 وای. و من دو خروز لازم بود. مرد خودش آمده. کنی خیز نمیدیم. تو حال هم نموده؟ نمیدیم. مادر جون. نمیدیم. خیز از جای کمشا از اینجا. پس میگویم رو از اینجا میگویم رو این شهر رو از اینجا نمیفهمی رو از اینجا رو میگویم خوب شو کلی با کجا با این طرف کم شود بشنی را گرد از دویا مادر جون. بایدن زورتان نمیرسد را گرد باز نمیخیده زودتر خدایا من چیکار کنم؟ دردم رو به کی گویم؟ بغیر از این دیوارها به کی گویم؟ خدا این چی روز است؟ همه درها برویم یک به یک محکم شده ایستادم. اکنون من چیکار کنم؟ خدایا من چیکار کنم؟ نه، نمی شود. دخترم را نجات می دهم. اگر مرا کشند هم او را به دست آنها نمی دهم. گیجه دروده گیجه. فهمیدم قمدان. فورا مکانمون را عوض میکنیم. همش رو فهمیدم. چی شد سینان؟ همتون آماده شوید زودتر. قرارگاه را عوض میکنیم. زودتر. حسنی زودتر شتاب کن. چیزی نیست. کارهای هر وقت در اینجا مدت زیاد ایستادیم. اکنون مکان ما را عوض میکنیم. باید زود از اینجا رویم. تو هرچی زودتر به قرچای رو. در آنجا انتظار شو. هم آدما را جمع نموده و قرارگاهی 4 برگ. آنجا کلان است. چیزی 4 ما را بردن نمیتوانیم. در همونجا ما میخوریم. رو. خیر که چه؟ مجده بنازی من. که چه دختران را به دیگر قرارگاه میبرد. تو هم آدمان را جمع کن. من وظیفه که چرا اجرا میکنم؟ بله اجرا میکنی. تو از که چه کمی داری؟ بچهش از تا چی کار؟ کنی زودتر زودتر کنی زودتر نغمه نکنید میروه. خوب شده است. اپای بفید بردارید چی میخوایی؟ مرا نشناختی؟ تو کی هستی؟ این من بکری پیسه همی. نه تو رو نمیشناسم. با آنها یاریده. یاردم کنید بچه ها. آپای هاوی آپای هاوی. آقای طاهر چی شد دیلو؟ تو اینجا چی کار میکنی؟ من به شما کمک کردن میخواهم. لازم نیست. تو به نقطه تی برو. میلش میروم آقای طاهر. آپای هاوی آپای هاوی آقای حبیب آقای طاهر زودتر به اینجا. آقای حبیب آقای طاهر بیایید. آقای حبیب زنده است دیلو کمک کن. نقطه تی میبری. بردار. حاضر شما صحنه چه می نویسید؟ بله آلدو. ممکن است من هم در آن بازی کنم؟ حالا چیزی گفته نمیتوانم آلدو. حاضر تنها که دکان رو آماده میکنم. اگر نشد خفه نشو. میلش میلش
هیچ غم نه. خودتان کسی رو خواهید گیرید. لیکن از شما یک خواهش دارم. چه خواهش؟ با قزبان هیچ چیز نگویید مایلش. یگان تایتان نمیگویید. همه تا ما رو فهمیدید. آفرین به شما، آفرین. سلامت باشید خانم معلمه. این الدا باز به کجای خرج زد؟ این پینهانی از من چیکاری میکند؟ گیو من بیخبر میمونده باشم. چرا میخنده ما که الدا؟ اما پشت بود. الدا؟ الدا؟ چی میخوایی؟ کنی گویی از کجا میایی؟ کارچی از ینجا میایم. چی خیلی کارم چی؟ تو به چی کار مشغولی الدا؟ کارچی گفتم. تو گپی خوب را نمیفهمی ها؟ میفهمم. و من گوش کن الدا. بچه ها کنی باپای قزبانتان گوید از کجا میاد؟ کنی گوید خرطا بازی. کودکان را هم مثل خودش کرده است. حالا جواب این کارت رو میدی الدا؟ نه دمجی هست. خونی خیلی زیر رفته است بابا ابراهیم. با درون میدارم. رفتیم. وایسته همه چی تو آموده منش دکتر. آقای دکتر اگه قوت رو صرف نکنید خودتون را زوب ندهید. پسرانم را میخوام بکریم را خواجم کجاست؟ آقای دکتر پسرانم در کجاست؟ آقای دکتر آنها را یابید. راگا بردار خودت را بکنی. دیدی در کجا میگردی؟ تو رو انتظاریم. در راه ترما فرامد. خیر است اینون؟ ما قرارگاه ما رو عوض میکنیم. از اینجا میرویم تو هم زود آماده شو. خوب شد است اینون. برای که دستان او را بستید کنی کشاید. دختر شامدی قهرمان. تو مثلی پدرت قهرمان میشوی. من قهرمان شدن نمیخوام. شما دروغگویید. شما تنها با آدم کشی مشغولید. آی سگ بچه از حوزه زبانت دراز شده است. عربت تو بردارید خوین تو دارم بشا از این دوتر چاپ سگ بچه اگر جون گم شود اینجا. گم شو رفتیم نبض بیمار گم شد آقای طاهر. دل از کار ماند. خدایا مدد کن. کوشش کنید دل و نبضش رو سنج. التماس اپای حویل دیدی با بچه ها گوی همینجا کم استراحت میکنیم. خوب شد است اینون. یک از در آن طرف ایستد. تو با بالا برو. تو باشی در آنجا ایست.
در اینجا چیکار میکنیم؟ ما چیکار کرده استادیم؟ ما به اخها اگر حالا در استانبول میبودیم در جای تینجی و آسوده هم ماهی بریان میخوردیم، همراهی آینه همون خوشندانه زندگی میکردیم. نپرس پدر و مادر من در کجا باشن؟ آنها را چنان یاد کردم که آنها در کجا ما در کجا، و ما چی وعده های داده بودند ما در چه احوالیم. بچه این ناآمده را دیده؟ او رو بشر میفرستم برای ترک کنیدن این بمب. یکی سفره آواز کنید. شما بناموس ها، صد بچه های لعنتی، دودرم رو با شما نمیگذارم. تپش دلش رو گوش کن. کمی اپای همین کمی دیگر اپای همین خدایا التماس رو با ما برگردون. آقای طاهر بس کنید، کوششتان بیفایده است. شما کاری از دستتان آمده رو کردید. آقای طاهر خواهش میکنم. نتوانستم، نه پسرانش رو نه خودش رو نجات دادن نتوانستم. وقت مردنش رو قید کن دیلا. مایلش دلش میتپد. آقای طاهر دلش میتپد. خدا شکر راست دلش میتپد دیلا. خدا شکر. ما او رو نجات دادیم دیلا. بله آقای طاهر. میروم پسرم. شاید دیگر اصلا بر نگردم. اگر بر نگشتم حقیقت را اصلا نمیفهمی. مرا آغوش کردم و دلم گفتنت را نمیشنوم. باز شمایید از اینجا چی میکنید؟ چند بار گفتم که شما رو دیدن نمیخواهم. از من چی میخواهید؟ خودت تنهایی پسرم. کسی نیست که به تو کمک کند. برای همین آمدم. شنید؟ به هیچ کجا نمیروید. در جایتان شنید. تا سبب این کارهایتان رو نگوید نمیروید. بگوید خانم زلال چرا با من کمک میکنید؟
چرا دویم از پسم میگردید؟ سببش تنها با من کمک کردنتان است؟ همین خیر، این چه خیلی خوبی بود است که من نمیفهمم. زینب رو از من چرا جدا کردید؟ چی مقصد داشتید؟ من از شما جواب رو انتظارم. چرا این کار رو کردید؟ گپ زنید خانم. تو برای چی گریه میکنید؟ چرا پیوسته صحبت کردن میخواهید و خاموش میایستید؟ تو فرزندی من هستی، تو براتی من هستی. اینش باز از کجا برآمد؟ چی گفتن میخواهید؟ مادرت من هستم پسرم. شما چی گفتنتون رو میدونید؟ کی بودنی پدر و مادرم به شما معلوم است خانم زلال؟ آنها پدر و مادری تو نیستن. خدایا با من صبر ده. چند سال قبل تو را به مصطفی قماندان دادم برای از بیشاگی ها نجات دادن، برای از دوای خون نجات یافتن. آقای مصطفی و خانم رابیه تو را تنها به وایه رسانیدن پسرم. با شما باور نمی کنم. برات ایست پسرم، با مادرت گوش کن. این سفسطه رو گوش کردن نمیخواهم. پس چرا خانم رابیه با هر بهانه تو را از اینجا بردن میخواست؟ گزن برای حقیقت را نفهمیدمت، لیکن حالا من حقیقت را به تو اثبات میکنم. با من بیا. ببین این عکس کیست؟ این عکس من است. شما این را از کجا گرفتید؟ یک چند سال پیش خانم رابیه فرستاده بودند. این خطیم رو دارم. مادرت منم. او تو رو به وایه رسانی. این ممکن است. حالا هم باور نمی کنی ها؟ انا ببین چی نوشته است؟ برات 9 ساله شد خانم زیلال. برای او خواهد نشاید او را جون پسر خودمون با وایه میرسانیم. اکنون باور کردی پسرم. پسر جان و جیگرم. این چی خیلی می شود؟ باورم نمی آید. یعنی سببی همه کفایتون همین بود است.
بخیر است. بیشاگه ها تو همینجا من پسرم. باز از من چی میخواهی؟ چی خواستن ما را خود میدونی؟ جایی برات رو با ما گپ زن. برات مرده است. دروغ میگویی. زنده بودنی برات رو میدونی. ما پیشرت را گفته ایستادیم. پناه داشتن از بفایده است. البته او را میابیم. اگر جایش را نگویی تو را میپرانیم. برات مرد میگویم. نمیفهمید؟ زنی دروغگوی. پیشرت را یافته در پیش چشمانت میپرانم. فهمیده گیر. دویمو با شما تهدید میکنند. همش از برای من. باید به آنها حقیقت رو گوید. حقیقت رو گفتن در کن. وگرنه آنها شما رو آرام نمیگذارند. نه پسرم. آنها نباید دانند. نباید. آنها باید دانند. تو دیوانه شده ای پسرم. من نمیگذارم که از برای من شده شما رو دویم ناراحت کنند. پسرم برو. پسرم تو چی کار میکنی؟ باید به این دروغ خاتمه دهیم. بیشاگی ها تو را میکشند. نمیتوانند. بیشاگی ها از من بسیار چیز قرض دارند. برو پسرم نرو. آقای حامی چه میخوایی دکتر؟ شما برات رو میجویید؟ بله. ایست بانوها نگوی. بگذار حقیقت رو دانم مادر. برات این منم. برات تو هستی؟ جلال راست میگویم؟ بله. پسری با قماندان دودش من هستم. باید به دعوای خونی بینمون بوده خاتمه دهیم. آقای حمید شما من رو میشناسید. انسانی بد نبودنم رو میدونید. این چه خیلی عرف و عادت بود است که شخصی از یگون کن خبر نداشته رو جزا میدهید. عرف و عادت ما همین است. بخون ریزی این دعوا خاتمه نمییابد. من به خوبی و بدی تو کار ندارم. اگر برا تو باشی میمیری. خونی پسرم به جواب نمیموند. رفتیم پسرم. رفتیم برات. این ناممکن است. نخود طاهر برات باشد. خودش آمده گفت. خودش. چرا نشسته ای حامد؟ برای به جا آوردن عرفمان چرا انتظاری؟ برات پیدا شد. او را به خطر رسان. پدر طاهر رو نکشید پدر. و چند بار به ما خوبی کرد. من رو از مرگ نجات داد. شما رو هم نجات داد. آخه طاهر شما رو هم نجات دادمک. خونی پسرم به جواب نمیماند. اون مثل پسرم میبیند. این کارو نکنیم. گناه هست پدر. بیلاب چه گناه داشت؟ گناهش چی بود؟ چرا مرد؟ حالا باشد نوبتی او هم میمیرد. سرده زینب سرده. نکشید مراری کار. نکشید پدر. اول باید رفته برفین رو نجادی هم مادر جان. بعد خطیچه رو میاریم. بعد همه امان از این ده هم میرویم. چیزی شما خواهید همان رو میکنید مادر جان. فقط شما زیغ نشوید. براتم پسر جانی من. یگانه آرزویم تو را و خواهرانت را سرجم کردم بود پسرم. خدا مددگارت باد. خداوند ما را دیگر از هم جدا نسازد. برفین رو گرفتم میارم مادر. خواهدیر نشوید. پسرم با دقت باش. بیشاگی ها رحم ندارد. به خدا تو رو میپرانم. نه ترسید مادر. هیچ کار نمی کنند. زیغ نشوید مادر.
و نزدیک چیکاری که خودتون گفتید از اینجا میرویم. بیسرم این کار را نکن. آرام شوید. نه فرام میگویم نه فرام. بیشترم به جواب نمیماند. باز شمایید. در اینجا چی میکنید؟ با شما نگفتم که شما را دیدن نمیخواهم. از من چی میخواهید؟ خودت تنهایی پسرم. کسی نیست که به تو کمک کند. برای همین آمدم. شنید؟ و هیچ کجا نمیروید. در جایتان شنید؟ تو سببی کارهایتان را نگویید نمیروید. گوش کن پسرم، از من نرنج. من تو را مثل براتم میدونم. برای همین به تو مهر بستم. کاش دستگاهی برق رو زودتر تامین کنند و از این ترکی خلاص شویم. آقای طاهر، اگر گمو رو پرسی احوالش خیلی وزنین است دیلا. چرا این گونه مناسبت میکنید؟ بس کن دیلا، تو سببش رو خودت نغز میدونی. خواهش میکنم دیگر در این باره گپ نزن. من تنها خواستم. شو دیلا، با گذشت صلوات سبب جدوگی من و زینب گشتی. من در کجایم؟ در نقطه طبی آقای هوین. آقای دکتر، پسرم را بردن همین دارنه. گوش کن، خاموشی. اگر خاموش استی کسی به تو ضرری نمیرسونه.
نغمه نکنید. تو هم رفته با اون حکومت کن. مایلش. ندار چای ریز. تشکر. تو اینجا بیا. اینجا بیا. دست اون طرف رو پاسبانی کن. در اونجا کسی نیست. اکا خاموش کجا؟ از اینجا میگریزیم. اکا جون نزنه برو نزنه یا لعنتی نزنه اکا جون بس کن اکا جون نزنه درو اکا جون مرام رسید تو خودکی هستی که با من دست ببرداری ها؟ کنه اینجا بیا اینجا بیا چیگه پس بردن؟ دادرش را گریزاندنی بود. آی بیرخر حالا تو ما را پسند نمیکنی ها؟ انا با تو خواهی کشری خواهی انا با تو ابلغتا بکر میمون بیرکشم میمون من بنازی جنابی سبا میروم. تو از بچه ها چشم نکن. فهماسینم خیلی رفتیم. خیلی فاگرد رفته مرا جیغ زدید؟ با اینجا بیا. عزیز بیا. لبای جناب. خودت میدونی که تو رو اونقدر دوست نمیدارم، اما وقتهای آخر با کارهای کردت دقتم را جلب نمودی. می‌ندارم جناب. حالا باشد با تو یک سپارش میدیم. امر نمایید جناب. خاموش است. اگر گفته هایم را به کسی گویی با دستان خودم وقوعیت میکنم. دانستم. پروا نکنید جناب، بینمون میماند. حاضر به دهه آب کلان نزد شما میروی. او آدمی خودمون است. با اون میگویی که به دهه آب کلان رئیس ناحیه می آمده است. تشکیلات باشد از او خلاص شدن میخواهد. بگذار یکی از آدمانی ده او را پراند. با او گوی که یک تیرزن ماهر یابد. از این کار نباید کسی خبر یابد. اطاعت جناب. اکنون میتوانی روی. لبای جناب. به من نگر. تو را زیر نظارت میگیرم. فراموش نکن. رو. فهمیدم جناب. جناب اکای سینو. وای 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 وای. خوش آمدی سینو. خوش آمدی. خوش آمدی. مرحمت دوستم گذر. شین. خوش آمدی دوستم. هیچ خوش نآمدم جنابی سبا. با خیر است دوستان. کارها اونقدر خوب نیستن جنابی سبا. من بعد آدمان سادگی یافتن و مردم را با خواهش خود به تشکیلات همراه کردن خیلی دشوار می شود. از این پس دیگر به تشکیلات باور نمی کنم. بعضی اشون 30 سال باز همراهند، لیکن حالا هم به تشکیلات باوری ندارند. به خدا اگر زیر دستانت تا کجا دوام یافتنی کار را پرسند، این برای ما خوب نیست. برای دهان آنها را بستن تنها یک راه است. یک چند نفر را در نزد آنها به قتل میرسانی. انا بعد میبینی چی میشود. راست میگویید. دیگه تنها دردشانی نیست. ما این آدمان را از خانه و درشان محروم کردیم. آنها پدر و مادرشان، زن و فرزندشان را پزمان شدند. اگر به اینش هم مانع شویم به خدا پرتافته میروند. هیچ کاری کرده نمیتوانیم. برآمده میروند. در آنجا خانم ها نیز هستند. با آنها مشغول شوند همه چیز را فراموش میکنند. لیکن من از دیگر چیز خوف دارم که خلق ما را دستگیری نمی کند. باید به این کار دقت جدی داد.
حتی در زد خورد نه آنقدر کلان به خانه هایشان مرده فرستادن لازم. راهی دیگری نیست. شما نادرست فهمیده جناب صباح. در کوه شرایط بسیار بد است. خوراک‌های افلاس، تازگی نیست، هوای خنک، هر گونه بیماری ها. بسیارشان از تیر نفرت دارند. آدمان راهی گریختن را می جویند. مادامی که احوال چنین است کار خوب نیست سینان. اگر باوری نباشد دعوا هم نیست. نخواد کسی یافت نشود که دعوایمون را دستگیری کنند. من گفتنیم که یک فدایی دارم. او را به شهر فرستادنیم. این خبر را در شبکه‌های تلویزیون خبر دهند، مردم درباره ما حرف میزنند. بعد کار آسان می شود. تو خاطر نشو سنم. پگاه یک سردارمون می آیند. سخنهایت را با اون می گویم. آن طرفش را خودشون حل می کنند. بدههای آبی کلان رئیس ناحیه می آمد است. فرمان دادم که یک تیرزنی ماهر را پیدا کنند. فردا کاری رئیس ناحیه حل می شود. نقشه‌ای کشیده تشکیلات هم عملی می گردند. ای خدا بابا ابراهیم بخیر است رئیس؟ با خدا نمیدانم بخیر است یا نه. رئیس ناحیه به ده همان می آمده است. بگذاریم به پیشوازشون تیاریم. گفتنیم که بابا ابراهیم رو گرفته او رو پیشواز گیریم. من هم به نزدش آمده بودم، لیکن امروز جمعه است، بر وقتتر به مسجد رفتم. بیا رفتیم از مسجد او رو میگیریم. پیش نماز جمعه بابا ابراهیم رو خسته نکنیم خوب میشود. بعد او رو جیغ میزنیم، هر دومون پیشواز میگیریم. خوب میشود، بسیار خوب میشود. من اونقدر آدمان شهر رو نمیفهمم. ایستید رئیس ناحیه اول مکتب رو دیدن میخواد. اگر خواهید من به معلم خبر میدم. من باشم رفته یگان خوراک آماده میکنم. دیگر این اوضاع یافتن دشوار شده است. در وقتی در کاری یافت نمیشود. رئیس آرام شوید. آقای دکتر، اگر از آمدن رئیس ناحیه تشکیلات باخبر شود میترسم که او را میکشند. خدا نگاه دارد، اینطور نگویید. آنها از کجا خبردار میشوند در حالی که ما خود حضور آمدنشان رو فهمیدیم؟ شاید خبر یابند. از آنها ترسیدن لازم. از پسی کار شو. رئیس نویه برای چی به دیامه اومده است؟ فهموشمو پروا نکن. برای به تشکیلات همراه شدن و به نزد دخترم رفتن باید یکان چاره یابم. نترسید منم. این چیست اومد؟ این ریش مویله بی ساخته از خالای زیلو. از کجا یافتی اینها رو؟ اما که رجب برای معلمه آوردن. در مکتب سنچه بازی میکنیم. نفس بابایت در خونه؟ نه، آن کس به مسجد رفتن. وقتی نمازی جمعه است. من به درس میروم. اگر خواهید در آمدش نه تشکر عمر، تو به درس رو. اگر بابا همینجا می بودند یکان مصلحت می دونم. وقت کم ماند. من چطور به خانه جنابی صبو می روم؟ اینها چندی میستن؟ 15 بهت میگیره. نه نمیشود، از 20 کم نمیشود. خسته نباشید. تشکر خالای زیلو، تشکر. شنیدم برای معلم ریش و مویله بیسون آوردی؟ آوردم؟ من هم میخرم، باز دارید؟ نه ندارم، همه شو با معلمه دادم. دو روز انتظار شوید و شما هم میورم. نه من وقت ندارم. بخیر از خانم، شما اون رو چیکار میکنید؟ هیچ چیز، هم تو میخرم. این رنگش رو بین چه خیلی میخرد یا نه؟ درس امروزمون به آخر رسید. وظیفه‌های دودم رو تا پگاه تیار کرده بیایید. میلش معلمه. معلمه ممکن من سرباز قهرمان شوم؟ نه، چرا تو مشده ای؟ سرباز قهرمان من نشوم. یک دقیقه صبر کنید. هر دویتون هم ایستید. در این نمایش قهرمان اساسی من بشوم. شما باشید شاید یارگبجی های من بشوید. چی؟ آلدو، من حالا یکون چیز ننوشتم. نمیدونم برای یکون نقش میموند یا نه. خودت میدونی که این صحنه رو من برای کودکان آماده کردنیم. معلمه در این صحنه چه سربازهای دشمن همه شوند. بچه ها آروم شده. حالا یکون چیز معلوم نیست. خواهش میکنم. معلمه ممکن است من قماندان شوم.
قزبان بچه پنها یکان چیز نمیزیبد قبزان اپر قزبانه مرا دیگ نزده من با شما رو شان میدیم من از اینها شکایت کردنیم معلومه یکان داشتون ما رو به نمایشنامه دعوت نکردن زیخ نشاب قزبان من خودم برای یکان چیز مینویسم سلامت باشید معلومه کنیم رو ببنده ببنده این کار کردهتان عیب است من خودم وظیفه ها رو تقسیم میکنم صحبت کردن میتوانیم زینب تو آمدنی من جنجال نکنی فهمو؟ آوازه رو نبرد زینب از چی سر کردنم رو نمیدونم لیکن اگر اجازه دهی همش رو به تو فهموندن میخورم طاهر خودتان رو عذاب ندهید چیزی رو عوض کرده نمیشود زینب ایستا گوش کن باز تکرار میکنم طاهر از این پس بهتر است که همدیگرمون رو نبینیم رئیس نوحیه میگوید زینب از احوال مکتب خبر میگیرد معلمه ویش مویلب رو کسی دوستیده است چی خیلی دوستیدم تو چه ها میگوی عمر اکنون مرا کسی نمیشناسد به خانه جنابی سبا میروم انا آنها میآیند کدامی از آنها رئیس بکن به خدا نمیدونم عیب میشودی عیب میشود آقای رئیس سلام علیکم خوش آمدید رئیس خوش باشید خوش آمدید آقای رئیس من رئیس دهه آبی کلان شهباد این کس باشد دختری دهمان است نور و صفا آوردید سلامت باشید شمایان چه حال دارید کلی زودتر بیار زودتر نه زحمت نکشید کلی میشود ما این رو برای شما بکنیم تشکر این طور باشد مرحمت کنید استراحت کنید این هم در راه وقت زیادمان را صرف کردیم وقتمان خیلی تنگ است تا تاریک شدن هوا باید به ناحیه برگشته رسیم قطعا یک پیاله چای میگیرید رئیس روی گرام رو تنگ کردید آقای رئیس شاید اون قدر خوب نباشد لیکن اول از مکتبی سوخته‌مون دیدن رو سر می‌کردیم البته باید حتما مکتب رو ببینیم کاری من رفته چای می‌نوشیم البته میلش مرحمت بذارید خود فرام رئیس بعد از مکتب نقطه طبی رو با شما نشون دادم بعد اینا رسوی هول دیدن تاجی سر همش رو حل کنیم ان شاء الله این طرف مرحمت کنید شما با تعمیر این طرف مرحمت شاید این آخرین دیدارمون باشد پسرم خدا نگهبانت باد من به نزد خواهرت میروم این کودک اصلاح می شود میبینی کنی گذار شین با اونی گرید شین ابله شلاق میخواهی کنی شین گذار خوجه شین این مجده خیلی رحمدل بوده است بله با سخن خوش ما را از خانهش میبرارند مجده
تو برا ما با خویجه تنها صحبت میکنیم. آماده شو شیر بچه، تو را برای تیاری میفرستیم. پس از 2 ساعت آمده تو را میبرند. چخیل تیاری؟ باز چخیل تیاری میشد؟ تیاری جنگی. برای از تو جنگاوری خوب ساختن تو را با بهترین تعلیمگاه میفرستیم. من تروریست شدن نمیخوام. چه گفتی؟ چه؟ تروریست؟ این چی گپ است؟ کی گفت که ما تروریستیم؟ تو را فریب دادند. ما تروریست نیستیم بلکه مبارزیم. این را ساده نبرار، فهمیدی؟ من خوندن میخوام، آدم شدن میخوام. چه ما آدم نیستیم احمق؟ شما آدم نیستید، قتیلید. من بطور شامت منو بسید منو نبرارید. ما تروریست نیستیم. کسی که در اینجا همه مبارزم. چیزی که ما گفتم همان رو میکنی ابله. دست بگی گفت نظر خاموش. هر چیزی که ما گفتیم همان رو میکنی. یکون خیلی تروریست نیست. آواز بچه را میشنوی؟ اگر این بچه با اونها همکاری نکند او را میکشند. آنها خودشان را عذاب نمیدهند. برای دعوا خودشان را قربان نمیکنند، بلکه برای حد زندگی میکنند. ما باشیم در زیر ظلم و تهدید. اگر دهان ما را کشیم در حال به قتل میرسند. وای بر حال کسی که با آنها زید میبراید. زید نبرای هم عاقبتت مرگ است. نه برادر نه، در اینجا جانمان یک تنگ قدر ندارد. السلام علیکم. خوش آمدید. این دختر من. خوش آمدید آقای رئیس. خوش آمدید. مرحمت بشینید. همدردی مرا قبول فرمایید خانم معلم. تشکر آقای رئیس. چند پیش آقای دکتر با من مکتب را نشان دادند. خیلی کوشش کردیم لیکن احوال رو دیدید. احوالش متاسفانه هیچ خوب نیست. بله راست میگویید. دیهامون به مکتبی نو احتیاج دارد. پروا نکنید خانم معلم. هوا که گرم شد البته مکتب را هم میسازیم. راست محترم رئیس، ده به مکتب نمی شود. البته نمی شود رئیس. مکتب و معارف این آینده جامعه ما می باشد. البته می سازیم. یک بار مسجد را هم گوید رئیس، از بانش آب می چکد. گویا که به مسجد می رفته باشی. بله سعید درست می گوید. مسجد جهت. یک بار گوید رئیس. گویا هر روز در مسجد باشه. بیکاری مسجد را یک طرف بذارید. خدای توبه، شما چه می گوید رئیس؟ مسجد ده نیست بعضی کمبودی ها دارد. مایلش حاضر رفته میبینیم آقای دکتر. وقتی نماز جمعه هم رسیده است. یک بار نماز آن را هم میخوانیم. قول میدهم و قریبی هم شما و هم شاگردانتان صاحب مکتب خوبی میشوید. سلامت باشید آقای رئیس. سلامت امید است خانم معلم. مرحبا. السلام علیکم رئیس. مرحمت. خوش باشید. تشکر. مرحمت بذارید. ببخشید من باید طهارت کنم. مایلش بله طهارت کردن دکتر. من دوی رو پای به طهارت میگردم. همین طور نه آلدو؟ بله راست، لیکن من یکم بار طهارت کردنتان رو ندیدم. آلدو بسیار شوخ است. مرحمت به طهارت خانه دارید. مرحمت بذارید. سلام باشید. گمان میکنم رئیستان به طهارت نمیگردد. شاید همین طور است. رفتیم. برادران عزیز، مسلمان ها مثل وجود یک انسانند، چون که اگر در وجودمان یگان درد و زخم پیدا شود تمام دیگر عضوها با او کمک میکنند. برای تبابت کردنش همه‌شان به حرکت می‌درآیند. آن عضو را زیادتی حساب کرده بریده پرتافتن نمیخواهم. چو عضوی به درد آورد روزگار دیگر عضوها را نماند قرار. ما هم از روی ایمانمان برادریم و هم از روی مکانمان مثل عضوهای یک بدن با هم پیوسته ایم. بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش یک گوهرند. وظیفه اساسی ما به عضوهای ضرر دیدمون کمک کردن است، نه آن را بریده پرتافتن. باید یکدیگرمان را دستگیری کنیم. فقیری را نیست کردن، ملتچگی را از بین بردن لازم است. باید با همدیگر دست به دست شویم. تنها با این را می توانیم به دشمن غالب آییم.
به خانه سبا از شهر آدمانی تشکیلات می اومدند. با آنها همراه شوم. آن طرفش آسان. شما چی ها میگوید مادر جان؟ با تشکیلات همراه شده چی کار میکنید؟ برفینم را به دست آنها نمیگذارم. از تشکیلات آدم گریزاندن آسان است مگر؟ به دست رفته شما رو میکشند. بگذار مرا کشند. بی فرزندانم خودم را مرده حس میکنم. بابا ابراهیم سردار ده امان باشد. خیلی دانشمندند. خوش آمدید. به ده امان خوش آمدید رئیس. تشکر بابا. به ده امان بار اول است که رئیس ناحیه می آید برادران. بار اول است که ما به دیدار رئیس ناحیه مشرف می‌گردیم. همکاری با دولت خیلی خوب است برادران. با خدا راست میگویید. سلامت باشید. آقای ابراهیم شاید سببش از حال یکدیگر بیخبر ماندن باشد. از این پس همه وقت وعده میدیم که همراهتان میشوم. اگر یگان کمبودی باشد مرحمت مراجعه کنید. همه این نارسایی و کمبودی ها را همراه حل میکنیم. انشالله رئیس. ما مردم دوستداری دولت و وطنمان هستیم. شما هم با ما علاقتان را نکنید. جناب رئیس دهه ما یک دستگاهی برقدهی کهنه ندارد، اما خیلی کهنه است، کار نمی کند، یعنی ویران است. یعنی گفتم میخوام که دولتمون از این باخبر باشد. الدا حالا وقتی همین گپ هاست مرا ببخشید. الدا راست میگوید رئیس. در دیها قوهی برق نیست. وعده میدهم که این هم در مدت کوتاه حال خود را می‌یابد. سلامت باشید. سلامت باشید. آباد باشید. ایجاد هست. یکی نشست. خواهینی لایی. زودتر بره دیرو. خواهینی لایی. خوبم نگران نباشید. سلامت باشید. معلوم میشود که آمدنم را فهمیدن سوی پس را پیشکی تشکیل کردن. معلوم که جاسوسانشان خوب کار میکنن. در همه جا آدم دارن اینها. از همه چیز باخبرن. اینها خواهینن. خلقمان را با همین خلبازه هایشان پراکنده کردن. اما آنها دیگر این کار را کردن نمیتوانند. با اجازت شما. اجازت از شما برای شما. خوش آمدید آقای خوش آمدید. سلام باشید. خدا نگهدار بابا. چیه بابا کمی دم چیه خوب هستید بابا ابراهیم؟ خوبم پسرم. نفسم کمی تنگ شد. شاید خونم خورده باشید. من حاضر رفته برای شما دارو میارم. بچه ها شما همراهی بابا باشید. من رئیس را گذار کنم. نروید مادر جان. شما رو میکشند. یک بار هم رفته بودید مگر برفین رو آورده توانستید. قریب بود شما رو میکشتند. اوه دخترم تو نمیفهمی چه خیلی من در غمی فرزندانم میسوزم. حتی از مرگ نمیترسم. اگر مبادا رفته بر نگردم. مادر جان به نزد برادر رو همش را نقل کن. مادرت برای تو زندگی کرد گوی. مادرت به خاطری تو سالها در سینه‌اش زنگ مانده گشت است گوی. به قبرم آمده یک بار مادر گوید بس است. این سروغای خلای زلال است. مادرم برای چی به خلای زلال مکتوب نوشتند؟ خانم زلال
این سیر تا مردن در بینمون میماند. اگر حالا طاهر این مکتوب چرا دریده است؟ در بین خالای زلال و مادرم چه سیری بوده میتواند؟ چرا مادرم این مکتوب را نوشتند و لیکن نفرستادند؟ شاید وقتی از دیگر رفتن اون رو دادنی بودند. اما این مکتوب سال 1984 نوشته شده است. اون وقت من 6 ساله بودم. اون وقت مادرم خالای زلال رو از کجا میشناختند؟ در بینشون چی سیر باشد؟ دیدید از شهر کسی ناومد؟ البته میآید. بغیر از انتظاری دیگر چاره‌ای نداریم. مادر شما چطور با اونها رفته همراه میشوید؟ مگر شما رو نمیشناسند؟ انا وای اینها را برایم میچسبانم، هیچ چیز نمیشود. این چیست مادر؟ با خود مادر جان کاری خوب نمیکنید. اگر جناب سبا شما رو شناسد چی؟ چیکار کنم دخترم؟ مجبورم. کنی بیا بایرام، وقتی رفتنت شد. با پدرت سلام رسان. مایلش آقای دکتر، برای همش تشکر. جناب سبا شما رو هم جرم میزنن آقای دکتر. مرا؟ بله. من رفتن نمیتوانم، بیمار دارم. گفتم که به شما بر نگردن. مادر جان دیدید برات میآید. او در اینجا چیکار میکنم؟ شامدید. شما روید، من حاضر میآیم. رفتن گیره. با این طرف میآید مادر جان. بیا رفتیم. خالای زلال، از شما یک چیز میپرسم خالای زلال. امروز از جزودان مادرم یک مکتوب یافتم که چند سال پیش برای شما نوشتند اما نفرستادند. مادرم در خصوص یک سری بینتون بوده نوشتند. اون رو دونستن میخوام خالای زلال. چی سیر است؟ من از کجا میدونم پسرم؟ من از کجا میدونم؟ رفتیم خطیجه. وای خوش آمدی، نور و صفا آوردی دختر. کنی شیر بچه من اینجا بیا. صحت شد. شکر خدا. کنی بیرام رو گیر. خوش آمدی دکتر. مرحمت گذر. مرحمت گذر. خوش آمدی دکتر. خوش آمدی. مرحمت. مادر جان از آن تشکیلات آمده ایستادند. صحبت عزیز رو با شما شنیدم. مادر در حقیقت با مرد مانند شدید. رفتیم خدیجه، دیر نکنیم. خدیجه در کجایی؟ زود پنهان شد. چرا جواب نمیدی؟ نشنیدم. چقدر نشنیدی؟ رفتن زود سلاح هم رو بیار. زودتر. رفتی مادر جان. تشکر دکتر، پسرم را نجات دادی. از این پس درم همیشه برای شده است. یگان خدمت باشد گپ زن. تشکر جناب سبا. هر وقتی که با شما هم لازم شوم گوید میگویم. این از آن توست برای خدمتت. سلامت باشید. این رو گرفته نمیتوانم. یعنی چی خیل؟ حجم را قبول نمی کنی؟
نرنج جناب سبو، این رو قبول کردن نمیتوانم. من سلاح رو دوست نمیدارم. این گپا چی معنی دارد؟ در این جایها به سلاح هیچ کار حل نمیشه. خون ریختن چیزی رو حل نمیکنه جناب سبو. ببخشید این هدیه‌تون رو گرفتن نمیتوانم. مایلش خودت میدونی. آقای دکتر رو به دهش برید. خوب شد از جناب. لازم نیست خودم میروم. مرحمت. مرا نشناخت. در حقیقت مثل مردم شده ای. چطور شناختم؟ تو در اینجا چی کار میکنی؟ این آدم کیست؟ از دهه ما به تشکیلات همراه شدن میخواست. به خانه جنوب سبو میبردم. مایلش تو به خانه را، من او را میبرم. کنی را گفتم نمیشنوی، رو تو با من بیا. خدا مددگارتون بود مادر جان. جناب از شهر برای به تشکیلات همراه شدن آدمان میاد. حیوان حیوان من چیکار کردم؟ از دکتر شنیدم رئیس ناحیه صحت و سلامت از ده برآمده رفته است. گناهی من چیست جناب؟ آدمی یافته شما کار اجرا کردن. نمات را گیر. نه جناب، اینها برای بکو برآمدن آمدن. اپای زینب لبای اپای دیلا آمدند. با تو گپ زدن میخوام زینب. میدونم که از من رنجیده ای. تو دوستی نزدیکترینم هستی زینب. زیغ شدنی تو رو نمیخواهم. مرا ببخش. پدر التماس به دیلا گوید که با او گپ زدن نمیخواهم. این خیلی نکن دخترم. عیب است. خوب نمیشود. عیب نیست. خوب میشود. او رو دیگر دیدن نمیخواهم. زینب شنیدی؟ دیگر دیدن نمیخواهد. دیلا دخترم، احوال زینب بد است. با کسی گپ زدن نمیخواهد. میفهمم اما که حمید. و خدا خفن نشو دخترم. او چیزی مینویسد و میپرتوید و فیلم چی نوشتانش رو عمیق نمیداند. سرش گرم شده است. این قاصد خیلی دیر کرد. باید بر وقت میرسید. از دست اینها چیزی نمی آید. چی گپ شد؟ هجوم کردن. نه گریختن. 2 نفر گریختن. همه یک جا از پسشان شده. داره. گریختن نماند. گریختن نماند. اکا تو رو میگریزونم کجا؟ از اینجا میگریزیم.
خوجا بیا رفتیم دو زودتر ایستد نگویا دو نیست ایستد میپرونم دو خوجا دو نیست ایستد او پایم پایکم گردی از پیشانیش پران آگرجنون چی میخواهی مجده؟ بچه اونا بدو رو زده گرختند چی؟ دیدی زود رفته آنها را دارد خوب شد دارد دیدی بسیاری خوردی تیر نرسد او لازم است با دقت باش دیگرش را نیست کنید مالسینا تو پراکنده شوید آنها را دستگیر کنید اینها را گیرید جسد اینها را بردارید سلاح ها را هم گیرید کمی زودتر زودتر برایم زودتر خوب هستی خوجا خوبم مکن خوبم تو چی؟ جای جراحتم درد میکنم لیکن هیچ گپ نیست طاقت میکنم از آن طرف روید آنها رو محاصره میکنید او رو دستگیر نکنم دکه تو گریز خوجا تو چی؟ من رو فکر نکن خوجا نه اکا تو هم بیو تو رو نمیپرتویم رام گفتم راست بده هرم خم شوید نه خوجا خم بکری دستین جا تو رو نبکشید میردم تازه افترم مالش بدی رفتن بسی بیردن سلاحش را گرفته کیسه‌اش را خالی کنید رفته به سینان خبر رسانید مالش بدی خودش را به غار پرتایید ما به جستجوی دخترش میرویم با من بیا راست چی حال دارید پروین؟ از پسرانم خبری هست آقای دکتر؟ حالا در این باره فکر نکنید شما باید دم گیرید نترسید آقای دکتر تا پسرانم را نبینم خدا جانم را نمیگیرد آنها را میبینید البته میبینید دیلا در کجا بودی؟ به نزد زینب رفته بودم آقای طاهر به نزد زینب؟ بعد این حادثه باز به کدام روی به نزد او میروی؟ و خفه شدن حق دارید آقای طاهر هرچی گوید حق هستید اما باور کنید هیچگاه غمگین شدن هر دویتان را نمیخواهم من رو ببخش تو رو رنجونده نمیخواستم چی ایلاج کاری شدگی شد دیگه کاری کردن نمیتوانیم اما که امید گفتن که احوال زینب خوب نیست غیر از این یک صحنه چه نوشتن میخواهد میتوانید از این استفاده برید و با او آشتی شوید من به درون درا زودتر سینا برای تشکیلات جنگاورانی نو آوردم خب مجده آنها را گرفته به غار ببر مایلش سینا
کنی راه گردد زودتر. من بی سبا گفتم که یک کودک فدایی بود. باید او رو برم. تو به دهر برگرد پگاه بیا. چرا؟ چیزی فرمودم همان را کن احمق. چه حق داری که از من حساب بپرسید؟ مایلش قماندان زودتر ببخشید. به این غار داره زودتر. چرا نگاه میکنه دمر؟ دارو نشونیدید کنی زود داره. کنی زودتر داره. زودتر زود باشه. سینام چی گپ شد؟ کودک در کجاست بردم؟ روانیش رو پرانده و ما خوردیش رو نیافتیم. گریخت ابله. بده در کجاست؟ از پسی کودک رفت. مرکز از ما کودک فدایی میخواهد. باید آن کودک را به آنجا فرستیم. در یک میشه زمان گم شده لعنتی. شما چرا برگشتید؟ بدی چون فرمود؟ بدی هیچ عقلش کار نمی کند. گویا شما با او خلل میرسانده باشید. کنی شما هم روید و ده هجوم کنید. کودک را بیارید. قماندان تو ما بعد همه رسیم که تاریک میشود. گپم را دو نکن دردان. این کودک به من لازم است میگویم نمیفهمی. این کودک بر نگردید. روید. دیلو لبای آقای طاهر. فهمیدم. دیر نشده است مگر آقای طاهر؟ پگاه برم چی؟ نه شاید خوب نباشد. حاضر بر. مایلش میبرم. آقای دکتر مرا نجادید. خیز بیا. مادرم همینجایند. آقای دکتر مرا نجادید. از پسم هستند. آمده مرا میبرند. آرام شو خوجا. مادر در درون است. کسی تو را نمیبرد. از دستی آنها چی خیل گریختی خوجا؟ اکا در کجاست؟ من گریختم اما اکا هم نتوانید. او را پراندن. آقای دکتر او را کشتن. آرام شو خوجا. آرام شو. گریه نکن. مادرت نباید از حال بکری خبردار شود. فهمو؟ خیز خوجا خیز. و درون درویم. درون. اپای حالین؟ اپای حالین؟ اپای حالین نگاه کنید کی اومده است؟ خوجا پسرکم. خوجا پسرکم. پسر جانم بکی در کجاست؟ برای چی نامد؟ می آید. بکری هم می آید اپای حالین. ولی مادر جون اکا هم می آید. البته می آید. شما غم نخورید. پسرکم پسرکم پسرکم. مادر جون. دکتر
خواهش میکنم فرزندانم را از جا گرفته برید، آنها را به مکتب دید. مایلش بیاوین، مایلش وعده میدیم که میبرم. زودتر برید آقای دکتر، برید، وگرنه باز آمده میبرند آنها رو، مییابند، فرزندانم رو میبرند. به شما گفته بودم دکتر، خدا پسرانم رو به من نشان داده جانم رو نمیگیرد. صد شکر خدا جان. صد شکر پسرانم رو به شما امانت میدیم. امانت دکتر، امانت. مادر جون من رو تنها نگذارید. مادر جون مادر جون من رو تنها نگذارید. مادر جون من اکنون تنها چی کار میکنم؟ مادر جون من چی کار میکنم؟ مادر جون خوش آمدید پدر. خوش باشه دخترم. چی شد پدر جون؟ دیلو آمده است، بعد تو گپ داشته است. تشکر آمد. سلامت باشی. برای چی آمدی دیلو؟ من به تو گفتم من این رو برای تو آوردم. این صحنه چرا آقای طاهر نوشتند؟ وحدت ملی. من هم به نمایشمون چنین نام گذاشتم میخواستم. کنی زودتر برایت. کنی مجده زودتر. گذارید. صف کشید. زودتر. صف کشید. اینها کی هایند؟ جنگاورند؟ دزدند؟ معلوم نیست. مگر آنها آدمان درست را نمی‌یابند؟ با آنها مبارزه برده می شود مگر با این گونه آدمان دولت ساخته می شود. نامی تو چیست؟ زبیر. و فکرم را می شناسم. پیراهن تقدیر فیلم سال 2011 در مسلک پرودیوسری سیما پروداکشن از ترکی و تاجیکی گردانده شد.